چجوری بدنمون رو گرم کنیم. میدونی که وقتی بلغم در بدن زیاد میشه عوارضی به وجود میاره، یعنی سوء مزاج به وجود میاره. اگه غلبه بلغممون توی روده اتفاق بیفته یبوست به ما میده. اگر توی معده اتفاق بیفته باعث سردی معده میشه و نفخ به وجود میاد. اگه تو مفاصل به وجود بیاد بلغم، یعنی بیشتر بشه، سوء مزاج بلغمی به وجود بیاد، باعث ایجاد بیماری روماتیسم میشه. اگه تو مغز پیش بیاد باعث میشه که کاهش حافظه پیش بیاد، مخصوصا اوایل حافظه نزدیک، حافظه دور، آلزایمر و نهایتا MS. اگه تو رحم به وجود بیاد باعث به وجود اومدن کیست میشه. توی تخمدانها غلبه بلغم داشته باشیم باعث تنبلی تخمدانها خواهد بود. یا در مورد شکم باعث افزایش چربی و چاقی میشه. بنابراین علت چاقی تو بلغمی چیه؟ افزایش چربی و چاقی شکم. و در مورد اندامهای جنسی اگر بلغم به وجود بیاد باعث میشه که کاهش میل جنسی داشته باشه. حالا چیکار کنیم که بدن رو ما گرم کنیم؟ هر گونه موادی که وارد بدن ما میشه تحت عنوان غذا گفته میشه. غذا فقط خوراکی نیست که از راه دهان وارد بدن بشه. ببین، ما غذای خوراکی داریم، غذای بویایی داریم. شما وقتی که میرین یه گلی رو بو میکنین و هضم میکنین و خوشتون میاد، در واقع یه نوع غذای بویایی رو خوردین. یا وقتی که یه خبر خوبی رو شما میشنوین حالتون خوب میشه، به اون میگیم غذای شنیداری. و برعکس وقتی یه خبر بدی رو شما میشنوین میشه غذای شنیداری بد، حالتون رو بد میکنه. یا روحی و روانی که اعراض نفسانی بهش میگن. یعنی شما وقتی که به کسی عشق میورزین، مادرتون رو دوست میدارین یا همسرتون و فرزندتون رو دوست میدارین، بغل میکنین و فشارش میدین، این غذای روحتونه، غذای روانیتونه، حالتون خوب میشه. و وقتی که مصیبتی به وجود بیاد خب به طب لمس میکنین، اون باعث میشه که حالتون بد بشه. اون حال بد بودن سردی بدنه. اون گرمی که احساس میکنین همون حال خوب بودنه. پس حال خوب گرمیه، حال بد سردیه. بنابراین ما غذاهای گرمی بخوریم بهتره. کلیه شیرینی ها، تلخی ها و شوری ها گرمن. شما هر چقدر اینا رو مصرف کنین گرم خواهید شد. البته نکته‌ای که هست تو تلخی ها فقط کافور ما سرد هست. بنابراین توی ترشی ها، گسمزه ها و بیمزه ها اینا سرد مزاجن. هر چقدر اینا رو کمتر بکنین، کمتر بخورین بهتره. استفاده از عطرهای گرم، اینا مثلا عطر گل محمدی، عطر گل نرگس، یاس، مریم، اینا گرمی هن، باعث میشن که شما گرم بشین. من تاکید میکنم به مریض ها وقتی میخوام سردی بدن رو از بین ببرم، میگم توی خواب وقتی میخوایم بخوابین یه کوچولو عطر بزنین زیر بینیتون و بخوابین. چرا؟ چون توی خواب کل بدن سرد میشه. بنابراین جذب اون گرمی که از طریق عطر به بدن میرسه محکمتر، شدیدتر و واقعیتر خواهد بود. بنابراین مغزتون رو تا صبح گرم میکنه. کلیه اتکلون های ما، حالا کلیه میگم اکثرا و عموما اتکلون های ما سردن. بنابراین از عطرهای خودمون باید استفاده کنیم. یا موسیقی میدونیم که موسیقی های ایرانی، هندی، شرقی و ترک اینا گرم مزاجن. جاز اول گرمه ولی بعدن سرده، یعنی سردتون میکنه. بنابراین به اینها باید توجه کنیم و خودمون رو گرم نگه داریم تا دچار بلغم و سردی بدن نشیم.